سلام، خوش اومدی به دنیما فیلم. امروز اومدم 10 تا از بهترین فیلم ها راجع به مواد مخدر رو بهت معرفی کنم. طبق روال همیشه ساعت 25:61 است و من اینجام تا تو رو با دنیای سینما بیشتر آشنا کنم. خاطرات بسکتبال محصول سال 1995. ژانرش هم درام، جنایی و زندگی نام است. فیلم داستان واقعی زندگی جیم کریسل رو به شما نشون میده که یه جوون کاملا با استعداد توی زمینه ورزش بسکتبال و نویسندگی و این به شما نشون میده که یک جوون با استعداد چجوری میتونه کم کم و تیکه تیکه از سیگار و مشروب برسه به موادهای خیلی سنگین مثل هروئین و زندگی خودش رو نابود بکنه تا جایی که دیگه هیچ کس حاضر نیست اونو دوست خودش یا اعضای خانواده خودش قبول کنه. حتما این فیلم رو بهتون پیشنهاد میکنم چرا که یکی از بهترین نقش آفرینی های دیکاپریوه که به شما نشون میده که اعتیاد چه کارهایی که نمیتونه با زندگی یه آدم بکنه. ولگرد داروخانه ها محصول سال 1989 راجع به زندگی مشترک چند تا معتاد با همه. چیزی که این فیلم رو خیلی خاص و زیبا میکنه اینه که فیلم رو بر اساس زندگی نامه چند تا معتاد و یه سری از سکانس ها رو از روی یادداشت هایی که از زندان گرفته شده ساختن و طراحی کردن. حتما بهتون توصیه میکنم این فیلم رو ببینید که واقعیت زندگی چند تا معتاد که درگیر اعتیاد خیلی شدیدن رو به شما نشون میده و چالش هاشو جوری برای شما به نمایش میکشه که از واقعیت به دور نیست. فیلم بعدی که میخوام بهتون معرفی بکنم از زندگی یک زوجیه که عاشقانه درگیر همدیگن و بسیار درگیر مواد مخدرن. فیلم سید و نانسی محصول سال 1986. سید ویشز خواننده گروه سکس پیستولز بود که توی زمان خودش خیلی شهرت داشت توی اون سبکش، ولی اعتیاد به هروئین اونو از گروه جدا میکنه و وارد پیچش ها و تنش ها و چالش هایی میکنه که شما باید ببینید. اگر عاشق زندگی خیابونی و سبک موزیک های زیرزمینی هستین و میخواید ببینید یک رابطه ای که با مواد عجین میشه چه شکلیه، من این فیلم رو به شما توصیه میکنم. این فیلمی که میخوام بهتون معرفی بکنم زندگی تلخ و تاریک یک گروه جوونی که اسکاتلندی هستن و درگیر شدید هروئین هستن رو به شما نشون میده. فیلم رگیابی محصول سال 1996. یک کمدی سیاه و فوق‌العاده، تصویرها فوق‌العاده، ایده پردازی ها برای اینکه دو تصویر متفاوت با هم عجین بشن و یک معنای زیبایی رو به شما نشون بدن. واقعا خلق این اثر و تصاویرش فوق‌العاده است در دنیای سینما. با نشون دادن یه سری از تصویرهای هنری و نوع فیلمبرداری ها و ادغام کردن یه سری تصویرها و شات‌ها با هم معنی اوایل و اواخر اعتیاد و قشنگ به شما نشون میده که اوایلش به شما لذت میده و آخرش برای شما تلخ تموم میشه. من خودم به جرئت میتونم بگم هزاران بار این فیلم رو دیدم. فیلمی که میخوام بهتون معرفی بکنم الان فیلمیه که شاید اشک شما رو در بیاره. فیلمی کاملا احساسی، فیلمی که روشن شروع میشه ولی تاریک تموم میشه و شما نباید انتظار اینو داشته باشید که آخر فیلم خوشحال بشید. فیلم مرثیه‌ای برای یک رویا که راجع به یک زوجیه که عاشق همن و رویاهای خیلی رنگی و قشنگی با هم دارن، ولی دست سرنوشت باعث میشه که اینا به اعتیاد رو بیارن و اعتیادشون شدید و شدید بشه و یک جایی از داستان به بیپولی و بیمواد بودن میرسن. بیشتر از این توضیح نمیدم، بقیه فیلم رو برید ببینید اگر طرفدار فیلم‌های عاشقانه، احساسی و تلخ هستید. اگر عاشق ژانر کمدی سیاه و ماجراجویی هستید
و دوست داری توهمات ذهن بیمار یک مصرف کننده مواد مخدر رو ببینی، این فیلم که بهت میگم فقط مال تو. ترس و وحشت در لاس وگاس، محصول سال 1998 با بازی زیبای جانی دپ، یکی از منحصر به فردترین فیلماش که راجع به 2 نفره که به یه مسافرت کاری میرن ولی کاملا مواد جهت اونا رو منحرف میکنه و اصلا پروژه کاریشون رو فراموش میکنه و باید ببینید که مصرف چندین مواد و موادها بر روی ذهن و زندگی چه تأثیری میذاره. یه کمدی سیاهه که کمدیش بیشتر از دارک بودنش به تصویر کشیده شده. توی این فیلم انواع و اقسام مواد مخدر مصرف میشه و توهمات و آسیب‌ها و مشکلاتی که به وجود میاره رو قشنگ به تصویر میکشه که ذهن بازیگر نقش اصلی که جانی دپه تو چه توهمایی میره و چه افکاری. اگر دوست داری که همچین فیلمی با جلوه‌های بصری زیبا رو ببینی، این فیلم مال توه. فیلم ورود به خلا، محصول سال 2009. اگه دوست داری یه فیلم کاملا جدید ببینی، از لحاظ نورپردازی ها، فیلم برداری ها، نوع دیالوگ و جلوه های بصری و طرز فکر جدید و یک ایده کاملا نو رو ببینی، این فیلم مال توه. داستان روایتگر یک کاسب مواد مخدره که در ابتدای فیلم کشته میشه و ذهنش تحت تاثیر یک مواد مخدر خیلی عجیبی به اسم DMT و زندگی پس از مرگ و قشنگ به تصویر میکشه براتون. و توی این فیلم خیلی با دیتیل های زیادی تجربه از مواد مخدر، طرز برخوردها و طرز تفکرها رو خیلی خیلی واقعی به تصویر کشیده. اگر دوست دارید یه فیلم زیبا ولی دارک رو ببینید، من این فیلم رو به شما توصیه میکنم. اگه این قسمت هم دوست داشتین، لایک کنید، ساب کنید و کامنت بذارید و نظر بدید که ویدئوی بعدی رو راجع به چه چیزی برای شما بسازم. تا ویدئوی بعدی، شما معتادان سینما و فیلم و مثل خودم، به خدای بزرگ.